ولی عذاب قبر بر بگویم از چی میآید عذاب قبر؟ به کدام گناه عذاب قبر میآید که خیلی ما بی تفاوت است. حدیث امام بخاری است، حدیث 216 است. امام بخاری می آورد که رسول صلی الله علیه و سلم از سر قبرستان میگذشت. یک بار آواز را از داخل قبر شنید، از داخل قبر. بعد اشاره کرد صاحب این دو تا قبر در عذاب خدا گرفتار هستند. عذاب القبر عذاب قبر حق است. بنابراین عزیزان من، عذاب قبر رسول صلی الله علیه و سلم فرمود عذاب القبر حق. فرمود دو تا صاحب این قبری که شما میبینید در عذاب هستند. گفتن یا رسول الله اینها چی کردن؟ گفت یکی از اینها وقتی که پیشاب میکرد، گل بروی شما، وقتی که بول میکرد از قطرات بول لباس خود را نجات نمیداد، لباسش همیشه آلوده به بولش میشد، به عذاب قبر گرفتار است. و این دیگه میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود این فرد دیگرش نمیمت میکرد. نمیمت چی معنا؟ سخنچینی، یعنی خبری این رو ببر به او، اجر بیار به این. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ثلث عذاب قبر از سخنچینی است. چقدر میان ما زیاد است که از خسر ببر به خشوع، از خشوع ببر به خانه داماد، از داماد ببر به خانه عروس، در بین زن و شوهر چه اتفاقات، در بین دو تا رفیق چه اتفاقات، در بین دو تا دکاندار از این ببر که فلانی تو را فلان گفت، فلانی تو را فلان گفت. حتی در بین حزب هایی که در افغانستان است، همین سخنچینی ها افغانستان را نابود کرد. همین سخنچینی ها افغانستان را به بدبختی بود. هم در دنیا بدبختی است، هم داخل قبر بدبختی است. و بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود سوم چیزی که عذاب قبر را به شما می آورد، غیبت است. به الله پناه ببریم که خدا ما را توفیق نصیب بگرداند. این غیبت چقدر میان ما زیاد است، چقدر ما غیبت زیاد میکنیم، از معالم ما گرفته تا عوام ما. پروردگارا ما را توفیق نصیب بگردان که زبان ما نه تنها به غیبت بلکه به یاد تو مصروف باشد. به غیبت نه بلکه به یاد تو مصروف باشد. عایشه رضی الله عنها میفرماید یک روز یک زن یهودی آمد به پیش من، بعد از این که با من ملاقات کرد، بعد به من گفت ای عایشه، من از الله پناه میبرم و از الله پناه میخواهم که خدا تو را از عذاب قبر نجات بدهد. حضرت عایشه میگوید من نمیفهمیدم که در قبر عذاب است، خبر نداشتم که در قبرم عذاب است. این زن یهودیه را نماندم که از خانه بیرون شود تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آوردند. بعضی که داخل خانه شدند، رفتم گفتم یا رسول الله این زن یهودیه میگوید خدا تو را از عذاب قبر نجات بدهد، آیا در قبر عذاب است؟ میگه در همین لحظه دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستان را به طرف آسمان بلند کرد و دعا میکرد اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. پروردگارا از عذاب قبر به تو پناه میبرم. میگه به چندین نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم گریه میکرد و این دعا را میخواند اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. این دعا را کی میکرد؟ بلال. رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر چی میگه؟ خدایا من محمد را از عذاب قبر نجات بده. من تو روسیه چی باید هیچ ساعت و دقیقه دیر نشه یک بار بگویم اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. محمد امین صلی الله علیه و سلم بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر اون چی میگه؟ خود پروردگار من از عذاب قبر نجات بده. ولی من تو هنوز هم که در معصیت و گناه هستیم یک بار هم نگفتیم پروردگار من از عذاب قبر نجات بده. این همه معصیت و گناهی که ما داریم. میگه بعد رسول صلی الله علیه و سلم بعد از هر نماز میگفت اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر.